ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان مواد ترتیب دادهش در مورد قضیه زخمی شدن یک جوانزن در خانه عزیزالله صاحبوف را برای تحقیق منبعده به دادستانی شهر بختر سپرده است. در این باره یک منبع از میلیسیای ولایت ختلان به رادیوی آزادی خبر داد. به گفته او آن شب در خانه صاحبوف 25 نفر مهمان بوده است که با اکثر آنها صحبت شده است. ریاست کارهای داخلی ختلان با همه شاهدان حادثه صحبت کرد و مواد ترتیب داد. موادها را به پروکراتور شهر بختر سپردند، گفت او. ولی افزود است این منبع در رابطه با این حادثه هنوز پرونده جنایتی باز نشده است. دادستانی بختر این خبر را هنوز شرح نداده است. شام 10 اکتبر یک زن 36 ساله را از منزل زیست عزیزالله صاحبوف رئیس تاجیک مطلوبات ولایت ختلان و برادر و عمک دو داماد پرزیدنت تاجیکستان در محله لمنوسف شهر بختر با زخم کار در گردن به بیمارستان شهر بختر انتقال دادند. عزیزالله صاحبوف قبلا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آن زن خودش را کار زد و کسی در این حادثه دست ندارد. عزیزالله صاحبوف بعد رسانه‌ای شدن خبری در خانه او زخم کار خوردن یک جوانزن به رادیوی آزادی مصاحبه داده گفته است که آن زن را نمیشناسد و او خودش را کار زده است. به گفته وی شام 10 اکتبر از خوجند دوشنبه به خانه‌اش مهمانان آمده بود و این زن امروزی که به منزل وارد شده است نمیداند. این زن را نمیشناسم و برعکس به او کمک کردم که راه زندگیش را یابد. دیگر کس طبع او را خیره کرده این کار را کرده است. خودش در پیش همه کارمندان ریاست همین گپ را گفت، هم یاری کنم و هم گپ شنوم. او بار دوم این کار را کرده بوده است، گفت صاحبوف. وی افزود است که چگونه گردنش را بریدن زن را به چشم ندیده است و فقط پس از رخ دادن حادثه شاهد شده است. عزیزالله صاحبوف همچنین گفت تا هنوز کسی از او در رابطه با این حادثه بیانات نگرفته است. رادیوی آزادی قبلا با تکیه به چند منبع خود در مقامات انتظامی و تندرستی ولایت ختلان خبر داد که یک زن 36 ساله روز 10 اکتبر در یک حادثه مرموز در خانه عزیزالله صاحبوف رئیس تاجیک مطلوبات ولایت ختلان از گردنش زخم کارد برداشته روز 18 اکتبر از بیمارستان قره‌بالای شهر بختر جواب داده شده است. عزیزالله صاحبوف که 50 سال دارد در شهر بختر زندگی میکند و سالها باز رئیس جمعیت تاجیک مطلوبات ولایت ختلان است. خانواده صاحبوف با دلیل نزدیکی به امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از نفوذ خاصه در کشور بخصوص در قسمت وادی وخش ولایت ختلان برخوردارند. دو نماینده این خانواده ممزایش صاحبوف به دختر کلانی پرزیدنت فیروزه و برادرزاده او شمسالله صاحبوف به دختر چهارمش پروینه رحمان ازدواج کردند.